سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. امامعلی رحمان با رهبری پاکستان صلح در افغانستان را بررسی کرده است. خودکشی دختری تاجیک در مسکو پس از نشر عکس‌های بدنام کننده‌اش در اینستاگرام. در زندان‌های تاجیکستان ده‌ها گرفتار ویچ اسپید آشکار شده است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان راههای بازگردانیدن صلح به افغانستان یک همسایه ناآرامی هر دو کشور را بررسی کردند. او بعد ملاقات دو جانبه در اسلام آباد در روز 14 دکبر گفته است که با شهباز شریف تاکید کردند که در افغانستان باید یک حکومت همه‌شمول با نظرداشت اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تشکیل شود. امامعلی رحمان روز 14 دکبر در اسلام آباد سفر رسمی انجام داد. پاکستان را یکی از حامیان اصلی طالبان می شمارند که بعد آمدن به قدرت تاجیکان یکی از قوم اصلی افغانستان را از حکومت کنار زدند. حکومت تاجیکستان طالبان را به نسل کشی در شمال در ولایت تاجیک نشین پنجشیر متهم کرده است. ادعایی که طالبان رد می کنند. حکومت طالبان از دیدار هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه با تعدادی از مسئولان، علمای دینی و افراد با نفوذ ولایت پنجشیر خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 15 دکبر در صفحه‌اش در توییتر نوشته است که در این دیدار عبدالقیوم زاکر مسئول نظامی طالبان در پنجشیر و اندراب، محمد حسین والی طالبان در این ولایت و ده‌ها ملا و روحانی و افراد با نفوذ دیگر شرکت داشتند. هیبت الله آخوندزاده باری اول است که با نمایندگان پنجشیر ملاقات میکند. بعد رسیدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته، جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر جنگ‌های پراکنده بر ضد طالبان را ادامه میدهند. مقامات روسیه جسد رحیمه کریمووا و یک دانشجوی 20 ساله تاجیک را امروز 15 دکبر به نزدیکانش سپردند. نزدیکانش میگویند رحیمه صبح روز 9 دکبر پس از نشر عکس‌های بدنام کننده‌اش در اینستاگرام خود را زیر قطار پرتافته است. عزیزه خاله رحیمه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک جوان تاجیک عکس‌های رحیمه را دستکاری و اوریان کرده در اینستاگرام نشر کرده است. چندی از این عکس‌ها را رادیو آزادی دید و سنجش نشان داد که در عکس‌ها آثار دستکاری یا منتج دیده می شود. رحیمه در نامه قبل از مرگش نوشته است که از بدنامسازی خسته شده است و بهتر است بمیرد. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از راه بدنامسازی می‌خواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید سال 2022 هنگام تشخیص بیشتر از 5200 زندانی در کشور در میان آنها 12 نفر گرفتار بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ اسپید پیدا کردند. بنا به آمار تازه وزارت عدلیه تعداد گرفتاران نوی بیماری در سال 2021 به 24 نفر می رسیده است. وزارت درباره تعداد عمومی زندانیان مبتلای بیماری نارسایی مسئولیت بدن در سال 2022 نگفته است. اما بنا به آمار دیگری آن در طول سالهای 2019 تا سال 2021 750 زندانی گرفتار بیماری را برای معالجه در وزارت تندرستی ثبت نام کردند. حامیان حقوق وضع نامناسب بهداشتی در زندانها را یکی از عامل‌های گرفتاری زندانیان به بیماری ویچ اسپید می‌نامند. شما سال نو میلادی را تجلیل میکنید و برای آن آمادگی گرفته اید؟ ساکنان دوشنبه میگویند بله تجلیل میکنند و رو به بازارها آوردند تا ارچه سال نو و هدیه های درکاری را بخرند. با نزدیک شوی این جشن خیابان های دوشنبه را نیز آراسته و پیراسته کردند. همکاران ما درباره آمادگی مردم با سال نو صحبت کردند. پیش من در فکری به یگان جا سفر کردن را داشتم. حالا باشد در فکرش هم نیستم. شهرمون زیبا شده است. همه چی داریم از میوه سر کرده. ولی فقط کمی جای کار می بود و معاشی بلند.
گزارش جالبی همکاران ما در این باره در برنامه اخباری آزادی ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 19 به وقت مسکو تقدیم می شود. از این رو بازگشت به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب را فراموش نکنید. و قربی اسعار در تاجیکستان، بانک ملی برای روز 15 دکبر قربی 1000 روبل روسی را 158 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 86 درم مقرر کرده است. قربی پول در بانک های تجارتی از قربی تعیین کرده بانک ملی فرق می کند. بیننده عزیز، برنامه به پایان رسید. با خبر و گزارش های تازه و بیشتر در برنامه اخباری آزادی ساعت 19 به وقت تاجیکستان و ساعت 17 به وقت مسکو منتظر شما هستیم.